رافائل گولوف یکی از بلاگران شناخته تاجیک در اینستاگرام میگوید او را به کمیته انداز دعوت کرده نظرش را درباره ترتیب اندازبندی بلاگران پرسیدند. به گفته گولوف مقامات گفتند که میخواهند بلاگرها را به سپردن 6% انداز از درآمد موظف کنند. صحبت کردیم، از ما پرسیدند که ما از کجا و چه مقدار درآمد داریم. درباره یوتیوب و اینستاگرام پرسیدند. فهمانیدند که هر شهروندی که درآمد دارد باید به دولت انداز سپارد. بلاگر دیگر شاعره پولاتووا میگوید سر و صدا درباره احتمال اندازستانی از بلاگران از چند سال پیش میان او و همکسبانش بود. به گفته شاعره کسی نمیخواهد پول از دست بدهد، ولی اکنون باید این ترتیب را رعایت کنند. برنامه و طرح‌های زیادی را ما به شکل خیریوی برگزار کردیم. از سوی دیگر ما در یک شهر خرد زندگی میکنیم. خویشاوندان و دوستان زیادی داریم که از ما خواهش میکنند مال و مغازه‌های آنها را در صفحه‌های خودمان رایگان ترغیب کنیم. ما اکثرا برای این کارها پول نمیگیریم و نمیدونم این همه چگونه اندازبندی میشود. در کمیته انداز تصمیم طلب انداز از بلاگران را حالا تصدیق نکردند. 70% درآمد بودجه تاجیکستان از حساب انداز است. به فرق از سال پیش امسال خراجات بودجه کشور 140 میلیون دلار افزایش یافت. به کمیته انداز سپارش داده شده است که راههای نوی پر کردن بودجه و اندازستانی را پیدا کنند. در مجموع اقتصاد تاجیکستان با توجه به پاندمی و عوامل‌های دیگر ضرر زیاد دید. بنابراین تلاش اندازستانی از شرکت‌های بزرگ با امید آنکه درآمد انداز بیشتر شود دلیل آن است که اقتصاد کشور در یک حالت نامساعد قرار دارد و حکومتداران از هر راهی که امکان دارد به بودجه درآمد آورد استفاده می‌کنند. در تاجیکستان سال 2020 24,000 صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند، یعنی آنها اکنون دیگر انداز نمی سپارند. در همین حال حکومت 15 کارخانه بزرگ را از انداز آزاد کرد. نام مؤسسان شرکت ها افشا نمی شود.